در جشنواره مدرنیته ایتالیا که جهت بررسی مفهوم مقوله آزادی در شهرک سنگو در حومه میلان برگزار شد، حمید صدر نویسنده اتریشی ایرانی تبار از جمله شرکت کنندگان در این نشست بود. احمد رأفت گزارشگر صدای آمریکا در حاشیه این کنفرانس با او در رابطه با مفهوم آزادی گفتگویی داشته است. آخرین کتاب حمید صدر که علاوه بر آلمانی به زبانهای دیگر من جمله فارسی با عنوان یادداشت‌هایی برای دورا انتشار یافته است، 3 ماه آخر زندگی فرانس کافکا، نویسنده شناخته شده چکی را مورد بررسی قرار می‌دهد. حمید صدر که تاکنون از او چندین کتاب به آلمانی و 10 کتاب به فارسی انتشار یافته است، از بیش از 4 دهه پیش در اتریش زندگی می‌کند و در این کشور جوایز مختلفی چون جایزه برونو کرایسکی را دریافت نموده است. از آقای صدر میپرسم در این جشنواره که بیش از 100 نویسنده و روشنفکر از 5 قاره گرد آمده بودند تا در مورد مفاهیم آزادی گفتگو و تبادل نظر کنند، هر کدام از شرکت کنندگان برداشتش از این مقوله را با توجه به شرایط کشورش ارائه داد. جمع‌بندی شما از این گفتگوها چیست و اصولاً آزادی چه معنایی دارد؟ مهمترین مسئله‌ای که در این کنفرانس، در این فستیوال انجام میگیره دقیقاً همین مسئله است که یک مفهوم رو که جنبه مجرد داره و به قول فرنگی ها آبسترس میگیره و به این شکل که از کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف روشون میاد، آدمایی که حساسن به این مسئله رو دعوت میکنن. البته فقط نویسندگان شاعران نیستن، تئاتر نویسان هستن، بخشای علمی مثل پزشکی و غیره هستن، فلاسفه هستن. در بحثشون به این مسئله این موضوع رو از جوانب مختلف، چه از نظر جغرافیایی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر تاریخی روشن میکنن. بحث آزادی بحثیه که ما این بار مثلا توسط نویسندگان چینی، بعد چینی قضیه رو باش آشنا شدیم، توسط نویسندگان کوبایی، بحران کوبا و غیره، به خصوص دختر کاسترو هم که اینجا بود و کشورهای مثل ایران و غیره از جنبه‌های مختلف این مسئله برخورد کردیم و این جنبه‌های مختلف دقیق میکنه مسئله یک مفهوم رو. آقای صدر، در دعوتنامه‌ای که برای شرکت کنندگان در این کنفرانس فرستاده شد به 44 نوع آزادی اشاره میشه. شما آزادی 45می رو انتخاب کردید. در مورد آزادی و یا عدم آزادی نوشیدن جام شراب صحبت کردیم. چرا؟ درک و پی بردن به این ضرورت من رو وادار کرد. ببینید وقتی که من این لیست رو که برای منم رسید، چون که دعوت شده بودم به این فستیوال به دستم رسید، مهمترین مسئله‌ای که برای من مطرح بود این بودش که ببینم که اون آزادی‌هایی که برای شخص برای هیچ کس نه تبلیغ میکنم نه میگم که این کار رو انجام بده، ولی برای شخص من یه ضرورتی رو قابل لمس شد که بعضی اوقات بنده البته مشروب خور اونچنانی نیستم، یعنی دچار شادخواری هم به قول اصطلاح جدید ایرانی‌ها نمیشم، ولی بعضی اوقات هست در رابطه با ادبیات و غیره بد نیست یه جامی، حالا میخواید بگید خیاموار، حافظوار، یه جامی در مقابلم باشه. متوجه شدم که این تو این لیست مطرح بود این بودش که ببینم که اون آزادی‌هایی که برای شخص برای هیچ کس نه تبلیغ میکنم نه میگم که این کار رو انجام بده، ولی برای شخص من یه ضرورتی رو قابل لمس شد که بعضی اوقات بنده البته مشروب خور اونچنانی نیستم، یعنی دچار شادخواری هم به قول اصطلاح جدید ایرانی‌ها نمیشم، ولی بعضی اوقات هست در رابطه با ادبیات و غیره بد نیست یه جامی، حالا میخواید بگید خیاموار، حافظوار، یک جامی در مقابلم باشه. متوجه شدم که این تو این لیست نیست و متوجه یه مسئله دیگری شدم که در اون مسئله هم که اینجا مطرح کردم بیان کردم، اون که نویسندگان ایرانی که در مورد معاهده‌های زمین میخوان بنویسن در برخوردشون با شراب دچار 2 تا تناقض خواهند شد. یک تجربه خودشون، دوم اینه که حق دارن هم چیزی رو بنویسن یا نه، دیدم نمیتونن بنویسن و متوجه یه تضاد دیگه شدم که بنده میتونم همین تجربه رو داشته باشم و هم در موردش بنویسم به خاطر اینکه در اروپا هستم. گفتم خب
ما یک موضوعی رو که به نظر دوستان ما در ایتالیا نیومده چون اصلا براشون ملموس نیست، یعنی اصلا براشون مطرح نیست، به یه معنایی گفتیم در این مورد بگیم که متوجه این کم بود در جامعه ما بشن و در این مورد اون چیزایی که به نظر رسیده بود گفتم در مورد هافز هست، در مورد گوته هست، در مورد گوستاو مالر هست و در مورد همه اینها یک مخرج مشترک وجود داره و اون اهمیت شراب به عنوان یکی از مائده‌های زمینیه. اینی که حالا چند نفر معتقدن به این که این حرام است و انسان فقط در بهشت میتواند به شراب دست پیدا بکنه، حالا من نمیفهمم چیه موضوعش، ولی به هر جهت من در مورد ضرورت که خودم حس کردم نیست و متوجه یه مسئله دیگری شدم که در اون مسئله هم که اینجا مطرح کردم بیان کردم، اون که نویسندگان ایرانی که در مورد مائده‌های زمین میخوان بنویسن در برخوردشون با شراب دچار دو تا تناقض خواهند شد. یک تجربه خودشون، دوم اینی که حق دارن هم چیزی رو بنویسن یا نه، دیدم نمیتونن بنویسن و متوجه یه تضاد دیگه شدم که بنده میتونم هم این تجربه رو داشته باشم و هم در موردش بنویسم به خاطر اینکه در اروپا هستم. گفتم خب ما یک موضوعی رو که به نظر دوستان ما در ایتالیا نیومده چون اصلا براشون ملموس نیست، یعنی اصلا براشون مطرح نیست، به یه معنایی گفتیم در این مورد بگیم که متوجه این کم بود در جامعه ما بشن و در این مورد اون چیزایی که به نظر رسیده بود گفتم در مورد هافز هست، در مورد گوته هست، در مورد گوستاو مالر هست و در مورد همه اینها یک مخرج مشترک وجود داره و اون اهمیت شراب به عنوان یکی از مائده‌های زمینیه. اینی که حالا چند نفر معتقدن به این که این حرام است و انسان فقط در بهشت میتواند به شراب دست پیدا بکنه، حالا من نمیفهمم چیه موضوعش، ولی به هر جهت من در مورد ضرورت که خودم حس کردم